الو السلام علیکم. علیکم السلام. سوزن اکا تینجی تشکر. از ناحیه ای؟ ما از نویا یوم. خب ما بفرمایید. موضوع شما قطع شناس شدیم اکا همین مسئله مهاجران مهنتی و مسئله انقلاب قطع امکانیت هسته گپ زنی؟ مسئله نرخ نوای بازار که کمی خیسه که حالی همش قطع گپ میزنیم. بیا میگم که میشه که ناکشته گپ زنی گپی ما را گوش کنی. منطقاً علمان سوال ها را علمان جواب ده، یعنی از سوال مثل مور نگریز جواب ده. قبول. تا 3 ساعت برای قبول. بیا بسم الله. قبول های اکای بیروز بله همه مسئله وقتی که در سمت وای میره گپ مثال مهاجرت، این مهاجرت یا در جمهوری تاجیکستان یا شهروندای جمهوری تاجیکستان را دخل ندارد. این مهاجرت مهنتی در سراسر دنیا مملکت‌های ابوالقدرت هستند به مانند امریکا که مهاجرت وای در دیگر دولت‌ها دیده می‌شود. در انگلیس، فرانسه، از آن جمله گرمانیا، اکثریت مملکت‌های دنیا در مهاجرت مهنتی غیر از قرار تاجیکستان دارند. یگان کشور دیگر رفتگی هستی؟ بله البته. کجا؟ فدراسیای روسیه غیر از داده، فدراسیای بلاروسیا روسیه داده. کجا؟ بلاروسیا. غیر از بلاروس کجا؟ همین قش کفایه کشور. برای یک شهر. یعنی هم دو کشور رفتی درست؟ بله. من لیکن در همین میدونم حیاتی تصورات هست من در همین مورد- حیاتی یعنی که 30 ساله که عمر من سپری کردم. خب 30 سال من از تاجیکستان که وطنم روسیه رفتم، دیدم احوال مهاجر چگونه است. بعد از اون ترکیه رفتم، دیدم که یک مهاجر آمریکایی در ترکیه چقدر داره، یک مهاجر تاجیک چقدر داره. اوکراین رفتم ولی سبب نشد که داخلش نتونستم، برگشتم. گروزیا رفتم، دیدم که یک متخصص ترک، یک پاوری ترک، یک نمیدونم انجینری ترک چقدر داره و یک تاجیک چقدر داره. آذربایجان رفتم و همچنین. پولشا را داخل شدم و دیدم که یک آمریکایی، یک آلمانی، یک فرانسوزی چقدر داره، یک تاجیک چیکار میکنه. خب آلمان که همچنین. خب با کجا بگم بر فرانسه که همچنین. خب اتریش که همچنین. خب شویتزاریا که همچنین. بلژیک که همچنین. هر کشورهایی که رفتم من دیدم که یک تاجیک یا که یک اروپایی قیاس بکنیم اگر در پولشا من رفتم دیدم چرمندای تاجیک در یک خانه عین همون روسیه، همون موزه، همون دک، همون کوسا و همون خلدنی در یک خانه همه. خب یک امریکایی را دیدم هتل سفارتخانه در پشتش دفاع میکنه، معاشش از 3 4 5 هزار دلار بالا، همون چیزی داره، استراخوفکایی که مریض میشوه داره، استراخوفکایی داره که یعنی که همون شدنی پنسیاش همون چیزا داره، یعنی که در پولشا کار میکنه اما نلاگش سیستم نلاگش رفته است. بعد از 30 سال برمیگرده امریکا، بهترین چیزا میگیره، نفقه را میگیره. آیا یک تاجیکی ما در روسیه 20 سال شد کار میکنه، با وطن برگرده چند سال سابقه کاری داره؟ یگام سال، یگام جا ثبت نمیشوه، هیچ جا. یگام دفتر مهاجرت، یگام وزارت روسیه، یک تاجیک همچی یک آفیسالی که کار میکنه، پولی پتن میتیه، نلاگ میتیه و در کدام دفترچه مهنتیش ثبت نمیشوه. فرقیت دیدی؟ خب همه مسئله وقتی نه مهاجرت کشید شما فرقیت پیدا کردی اینجا یا که نه؟ البته فرقیت هست. پس فرقیت هست. دیگر همین نقطه همینجا نقطه بگذار که همینجا نقطه بگذار که سبب چیه که سبب همین است که سبب همین است که امریکایی سوئیس داره. سبب همین است که صبر کن آخه شما سبب نمیست از همون روسیه و از همون اوکراین بلاروس دیکتاتوری یگام قدم نرفتن نمیدونی، چون تصورات تجربه کشورهای غربی نداری، چون ندارین تصورات ندارین. یک نمیس برای چی شویتزاریا میره کار میکنه، معاش حداقل در گرمانیا از 10 یورو سر میشوه تا 50 100 یورو را، ولی از این معاش بهتر در شویتزاریا میوه. تصور کن در یک روز کار کنه 8 ساعت، پسترین یک معاشه که یک پسترین میگه نمیز هیچگاه در 10 یورو کار نمیکنه، از 15 یورو بالا. در یک روز 150 یورو معاش داره، در 22 روز حساب کو چند سو میشوه. از همین معاشه که تا 3000 یورو معاش است، از همین معاش بالا پیدا میکنه، میره شویتزاریا در 5000 یورو کار میکنه. میره شویتزاریا قبل از اینکه میره آن فیرما آن شرکتی که دعوت میکنه
گوش کن که بدانی که دنیا دا چی گپای. آن شرکت اگه دعوت میکنه جای خوب حجت بیماری استراخوف که داره، اگر از همون انشاءات انجینیر است، از همون تور از کریش غلطید چیکار میکنه؟ بیمارخانه میره پلاتید میکنه همون شرکت. جای خوابش هست، یعنی که همون جای کارش مشخص است، جای زندگیش مشخص است، همه استراخوف که صدیقی بچهش مشخص است، مکتب دخترش معلوم است، همه این چیزا این انجینیر، این متخصص نمیس معین میکنه، پس از گرمانیا میره شویتزاریا کار میکنه. در دیگر حالت در کشور خودش گرمانیا تا به حال 2 میلیون جای کاری نیاز داره، 2 میلیون قوه کاری نیاز داره. ولی در ما چی؟ در ما چند میلیون قوه کاری نیاز داریم؟ میدونی که گرمانیا چقدر ذخیره مهنتی داره؟ چقدر؟ میدونی خودت؟ چقدر داره؟ همه میدونی. همین ذخیره مهنتی جمهوری تاجیکستان در مقیاس جهان 70% تشکیل میده. اگر گرمانیا که باشه 20%. اکثریت نفقه‌خوران، پنسیونران، پیرشوی اهالی در گرمانیا به قید گرفته میشه. سببگاری اساسی همین مزد معاش پست خطی کار کردن شهروندان جمهوری تاجیکستان در تمام روی دنیا برای چی میدونی؟ برای چی؟ برای ای سبب پس بودن سطح دانش کی نداره؟ چرا یک میلیارد چرا رحمانوف در طول 30 سال سطح دانش مردم بلند نکرد؟ نظام معارف چی خورد؟ چیکار کرد؟ بیرو جان اکا همین گپ در سر تصورات می رود، گپ در سر خواندن بلند برداشتن سطح دانش می رود. جمهوری تاجیکستان 70% افزایش اهالی ای 24 این بعد 52 رسیده است در بین 10 سال. خب فکر که وقت اینقدر دولت با صورت جهانی پیشرفته ایستاده است، کیوانی هم بگیم خطا نمیکنیم، تاجیکستان افزایش زیاد دارد در مقیاس جهان. وقتی که اینقدر افزایش یافته ایستاده است، سببگاری پس بدن سطح سطح زندگی، چرا وزیر و رئیس سطح زندگیش پس نیست؟ دختر رحمانوف سطح زندگیش پس نیست، بچه رحمانوف سطح ماشین بهترین داره، چرا پس نیست؟ نه چرا شرکت‌های بانکی یاد پس؟ چرا شرکتی فراز میلیارد دلار داره؟ چرا دامادهای رحمانوف در متخصصای بهترین کار میکنن؟ چرا بهترین ماشین ها داره، بهترین خانه ها داره، بهترین دامهای بلند در خارج داره؟ چرا سطح زندگی یا پس نشد، فقط از مردم عادی پس شد؟ انا جواب شو بگردونم. شرکت مرسدس بنز و والکسواگن و غیره کذا گرمانیا شرکت داره، همین به نام همین آدمای نمایان است. این میدونی که وقتی که اقتصادیات دولت ابوالقدرت، یعنی که این مملکت‌های گام میزنی و این مملکت‌های گام میزنی ابوالقدرت میگم یا هشتگانه بزرگای هفگانش کردن روسیه بیچاره را تو گپی ما خطی نیستی گفته برو وردنش. خب انا ولی هفگانه شده گای این هفگانه اینه که گپ میزنن، این دولت‌های گپ زنن یا ما و شما ورین مردمی بی‌سواد سطح زندگی ما پس نکو قریب 10-15 سال ما رو ترمور کردگن، بایگری رو بردگن، سطح زندگیشون رو راست کردگن. کی بودم بایگری؟ کی بودم بایگری؟ مردمی سرجم، مردمی یک گفهم. هم بایگری کی بود؟ مردمی انگلیس بود، مردمی انگلیس کی اومد تاجیکستان؟ انگلیس کی تاجیکستان هجوم کرد؟ بعد از اماراتی بخورا ما کی ما هجوم کرد؟ دور نمیرم همین افغانستان و هندوستان یا که انگلیس کی ما هجوم کرد؟ سال 1917 بلشویک اومد است. کی انگلیس اومد است؟ بیروز جان گلندیا را میشناسی؟ چرا؟ گلندیا، دولت گلندیا. گلندیا نیست، گلندیا. هلند. انا خیلی گلندیا. با زبان تاجیکی میشه گلندیا. خب. انا پایتخت کدام شهر؟ امستردام. پایتخت شهر امستردام. انا می گلندیا یک دولتی خوردکه که یک پارچه بدخشان مساحت شهر کلونه همین 350 سال یک دولت بزرگی که با نام اندونزیا قریب 2 میلیون میدان داره در مقیاس جهان، ولی 300 میلیون اهالی داره، همین 350 سال مستملکه کرده. ببینید که همین خیلی دولت‌ها زیاد است در روی دنیا. یک کشوری خورد، یک کشوری خورد در سر گینفوند ملت بلند برداشتن سطح معنویات اهالی میرود. این همین خود دوره همین بلند برداشتن سطح معنویات مردم کی بلند میبرداره؟ همیرا کی؟
بله ما شما هر یک شهروند خودش باید کوشش کنه. در کدام پروپاگاندا مشغولن؟ تلویزیون و رادیوی ما، مسجدها و منبرهای ما و نمیدونم رسانه‌های ما، پیشوای ملت، معلم بشریت، پدر ملت، جناب عالی، در مکتب میری جناب عالی، در مسجد جناب عالی، در خدای جناب عالی. پس فهمیش و فرهنگ سیاسی مردم با جناب عالی بلند میشوه. برای من یک برنامه تلویزیونی بگو که برنامه صفر اقتصادی است، مردم از اونجا علم میگیره. صرف فرهنگی است، رقص و بازی، شعر و سرود، شاه ما آمد، جناب عالی دست در نکنه. بیرون از همین افسانه ها و تخیلاتی که دوران رحمانوف میسازن، بیرون از همین یک برنامه سیاسی است که یک نفر تونه امروز حکومت امروزه را ایراد بگیره. آیا تو میتونی که بگوی رحمانوف در سطح حاکمیت چی کارهای بد کرده است، چی کارهای به کرده است؟ میتونی گفته؟ یک چیز میرسونم خطا همین مفهوم سیاست هم میدانی چی هست؟ تو کلمه سیاست در مفهوم سیاست کار میکنم. تو مرا توی تنقل نکن. او پریامای شما من نمیگذارم. همین مفهوم چی معنی داره؟ سیاست چی معنی داره؟ تو مرا میگوی او پریامای مایک من شما میگم. شما با این بهانه‌تون مرا مفهوم سیاست من 5 سال شد در این سوال مبارزه میبرم. سوالای ما به جواب نمیدی. سوال شما من در منبر شما نرفتم. شما منبر ما اومدین میخوای جواب گوش میخری. یک دقیقه گوش کنی. نه گوش نمیکنم. میخوای سوالای مرا جواب میدی نمیخوای هول میخری. چه فهمیدی؟ گوش میکنیم. نه گوش نمیکنم. یا دعوا داری؟ وقتی که در باره انقلاب گپ میزنی، این همین انقلابی که در قزاقستان تشکیل کردن بعض از همین مخالفانش، همین برای قزاقستان چی داد؟ چی آورد؟ یگان بهبودی را آورد. ای چی میگن؟ چی کار داری در قزاقستان؟ بهبودی آور، بهبودی آور، بهبودی آور، کاربودی آور. در تمام دنیا این چیز هست. ای مردم، یک کشور توسط انتخابات میره راهبرش، یک احمقی که گپ نمیفهمه توسط انقلاب مردمی میره. این یک رئالی، یک زندگی رئالی از شما را بفهمین. چیزی آور ناور او رب به قرقیزستان و قزاقستان داره، رب به ما نداره. شما چی کار دارین در نظام قزاقستان؟ در همسایه کشورتون قرقیزستان در 4 سال یک بار ازبکستان بعد از رفتن اسلام کریموف نظامی نو آمد. شوکت میرزیوف چرا تا زمان شوکت میرزیوف نآمدن ما قطعی ازبکا دشمن بودیم، راهمون بسته بود. پس میشد است که یک دیکتاتور میرفته است، یک نفری کمی عاقل‌تر می اومده است، الکی نظام دیگر میشد است. قبول دارین؟ وقتی که شما انقلاب گفته سه ما با مسئله انقلاب شما که یک نفر که 30 سال راهبری میکنه اگر او روه بعد او یک نفر دیگر بیا پیشروی میشه، قبول داری؟ همین وقتی که کیسه خالی قطعی خودت این سیاست برنامه تا گپ زدیسی، ایروز نظامنامه آیین‌نامه گپ زدیسی، همین کیسه خالی باشه چیکار میکنی؟ ما چیکاری تر دستگیری کنیم؟ کیسه در بانک‌های شویتزاریا از دامادهای رحمانوف پر است. وقتی رژیم رحمانوف سانکسیون اعلام کردن، صبر کن، همین روسیه هم کیستش پر بود و همین اوکراین کیستش پس بود. امروز میدانی که 418 میلیارد روسیه را سازمان‌های با نفوذ کشورهای اروپایی، آمریکایی دعوا دارن که باید این پول با اوکراین برگرده. 418 یا 15 میلیارد دلار این پولی کم نیست. میفهمی؟ الان روزی که حکومت رحمانوف هم این همین بدبختی را کرد، دست به قتل مردم زد، انا همون پولایی که رحمانوف در بانک ها خواب کرده است، انا همون دامادهاش خواب کرده است، انا همون سرمایه گذاری که در اونجا هست، او برمیگردد برای مردم و مردم میسازد 10 تا دوشنبه، 10 تا پاریس، 10 تا آلومینی زواد، 20 تا کارخانه نمیدونم فابریکه چاپلوس براری دیگه زندگی پیش میره. میفهمی؟ فهمیدی؟ فهمیدی پول از کجا پیدا میشه؟ ایجاد شوروی وای گپا گوش کن. ایتیاد شوروی در برابر همون قدر نمیده، میره کنترل میکرد. نظام فرسوده شد، از بین رفت. نظام رحمانوف هم سیستم استالین استفاده می‌کرد. انقلابی رنگا اوی جناب، وقتی همین انقلابی رنگا گپ در سر شوروی پاش خوردنش میروه، یگان انقلاب دیده که صاحب یگان دستاور شده باشه که خودت صاحب دستاور شوی. بله، ازبکستان گروزیا بعد از انقلاب کردنش این زمان یک کشوری بهتر است. گفت مردم انگلیس که نو خاطر دیگه کلمه نو میفهمی. سلام علیکم. تو از این کلمه زیاد بفهمی روسیو. خب
دیگه شما این دعوا را بس کنین که انقلاب مردم خوب گروزیا امروز در سطح کشورهای اروپایی مبارزه برده است. دعوای کشور اروپایی شدن داره. لاتویا، لیتویا، استونیا، پولشا این کشورهای شوروی بودن. زمان شوروی سه را زندگی میکردن. برو آمدن امروز آیا من میتونم استونیا را، لاتویا را، لیتویا را در اون تاجیکستان مقایسه بکنم؟ نه. برای چی؟ نظام پیش رفت از یک سیاست فرسوده برو آمدن امروز ترقی کردن، پیشروی کردن، کشور اروپایی شدن، زندگی مردمش بهتر است، سطح زندگی مردم در درجه اگر در اوران انگلیس و نمیس و امریکایی نیست ولی در اوران نظام اروپایی جوابگو است. میفهمی؟ انقلاب نه همه انقلاب به معنی پس روی است. بعضا مورد انقلاب یعنی چی؟ یک کارخانه در یک رئیس میبیو، یک رئیس با شعور و با فرهنگ میبیو چیکار میکنه؟ در همون داخل کارخانه انقلاب میکنه، نوآوری میکنه، نوآوری. مهندس میروه، سرمهندس میروه، بوغالتر میروه، سربوغالتر میروه، تمامی همون کادرهایی که از رئیس فسادکار قبلی است میروه، رئیس عاقل متخصص جدا میکنه. سطح اورانی اروپایی، اورانی امریکایی، کشورهای پیشرفته میبینیم که فرزند یک دهقان دانشگاه کانادا را بود کرده است، امتیازش میتم، معاش خوبش میتم. اگر من در سطح اقتصاد رئیس نیستم، من یک سیاست مدارم فرض کردیم، من یک معلم تاریخم رئیسم نمیدونم، ولی من در سطح اقتصاد جهان اقتصاددان متخصص میبرم در کارخانم. از لحاظ سیاست بهترین سیاست مدارم میارم در کارخانم، از لحاظ امنیتی بهترین نظام امنیتی میارم در کارخانم، کادر میارم، انقلاب میکنم در داخل کارخانه، تغییرات میارم در داخل کارخانه. بعد از 5 سال من رزولتات کارخانه را میگیرم. اگر من آمدم رئیس شدم، نمیدونم شوهری دخترم آمد پشت دری من نشست، داماد دیگریم آمد نمیدونم سر متخصص شد، او بچه خالم آمد راننده شد، بچه عمم آمد انجینیر شد، بچه اکم آمد یک کار دیگه ش گرفت، یک کارخانه آمد یک کارخانه اولادی و فامیلی شد. او انقلاب نیست، او تجاوز است، او تحقیر است، او خیانت و جنایت است. ولی اگر انقلاب، نه همه انقلاب ها معنی پسروی جامعه را میارن. درست از بعضی کشورها انقلاب کردن، متاسفانه کادر سالم نآمد، جامعه بدتر شد. ولی بعضی کشورها انقلاب کردن، گروزیا بهترین وریانت برای ما و شما است. مقیاسش، موقع جایگیر شویش چی داره؟ این همه این ازبکستان تمام کشورهای پسا شوروی را بگیر، ما در سطح 20 گونه کشورهای قصاب زده دنیا قرار داریم. بلیازی خدا مجموعی محصولات داخلی ما را بگیرین ورق زنین، میدونین آن مال و محصولاتی که در داخل تاجیکستان چرخ میزنه، مجموعی محصولات داخلی به سر اهالی $700 در یک سال، $700 در یک سال. شما عقل تصورتون میگیره $700 معاشی یک ماهی شاید لاتویا و لیتویا یک ماه معاشش $700 یک ساله به سر ما میبیه. من مطمئنم که گوشت، آرد، روغنی که در او کشورها از تاجیکستان ارزانتر است. محصولاتی لازمه اول برای مردم، چیزی لازمه است در سطح اول نیازی مردم، گوشت، روغن، کارتوشکا، پیاز، این چیزا من مطمئنم 80% از تاجیکستان ارزانتر است. 80%. ولی چرا اونا بعد از شوروی آمدن نظام ساختن، دولتداری ساختن، زندگی خوب دارن، چرا ما نتونستیم؟ گشتیم روسیه گفتن نگاه کن مثال، مرحمت بگذارین 60 پنسه میگیرم، 200 چند میگرفتم ورده 270 تومان میگرفتم. گوش کنین پنسه را گوش کنین. 160 پنسه میگیرم، 200 چند میگرفتم ورده 270 تومان میگرفتم. 270 این زن در جستجوی آردی نسبتاً ارزان است. خبری افزایشی با صورت نرخ آرد او را نگران نموده است. آرد از مغازه میره میگم مغازه رو محکمه کجا برم بخری؟ نمیدونم برای چی ترشید یا نون خرده نتونیم، بعد کجا بریم اویلگ ما اینا 800 تومان چخیلی میکنیم. بعد نرخ آرد در فروشگاه‌های دوشنبه در مقایسه دروغ میگه اویلگ 800 تومان. همین زن اعضای گروه 24 نبرید زندانش کنید.
یک شهروند عادی دروغ میگه؟ نه همین نفر دروغ میگه. 800 سوم معاش، با معاش 800 سومه همین زن طبیعی است که فرزند داره، طبیعی است که دیگر زندگی داره. اگر در یک آدم 800 سوم میرسه، یک خواسته یک انسان، شما در اون انسان فکر کنین، در اون یک حیوان نه، یک نمیدونم یک کبوتر، یک زاغ، یک پلنگ، یک کاو، یک توتینه که در قفس محکم باشه، همون مقدار معین آب، مقدار معین دانه نه. یک اون یک انسانی صاحب عقل، انسان استراحت میخواه، انسان تماشا میخواه، انسان لباس خوب میخواه، انسان غذای گرم میخواه، انسان محصولات تر و تازه میخواه، انسان میخواه از محیط کمی بیرونتر بروه، انسان هزار خواسته ها داره. آیا میتونه 800 تومان خواسته یک انسانه؟ شما در 30 سال دولتداری خواسته یک انسان بود که نتونستین کجا با کیهان، کجا با سطح زندگی بلندترین برسه؟ در یک سال یک تاجیک آیا میتونه همچون یک تاجیک توریست بشوه، سیاه بشوه، بروه ترکیه، بروه امارات، بروه قطر، بروه دبی، بروه هندوستان، بروه پاکستان، بروه ایران، بروه کشورهای بخارا و سمرقند؟ آیا میتونه با معاش 80 تومان 800 تومان میتونه؟ نمیتونه. برای چی؟ به خاطر که طلبات نظام دولتداری رحمان فهمی است که خواسته های انسان را نتوانست مهیا کرده. ولی بچه وزیر اینمی حاضر بخواه میره فرانسه، پاریژ، اینمی حاضر بخواه میره کانادا، لیجرانش بخواه میره اتریش، میره شویتزاریا. میتونن. برای چی؟ برای وزیر و رئیس دپوتات سود و پروکرور برای اینها زندگی ساختن. یعنی ما کشوری کم بغل نیستیم. اگر بگیم ما یک کشوری کم بضاعتیم و خب هیچ چیزی نداریم، خب از سطح زندگی وزیر و رئیس قیاس بکنید. دپوتات، نظامی های کسایی که دولت دار هستن، ما باید از سطح او فکر کرده خلاصه براری براییم که آیا ما ملت کم بغلیم؟ ما از سطح مجموع مسائل داخلی نه. به خاطر چی؟ به خاطر بودجه کشور دزدی میشوه، درآمد بودجه کشور، پول مهاجر میبیا، کمپانی فراز داماد رحمانوف نظام نو ساخته است، روبل میبیا سامانی میگیره. برای چی؟ ما حال این نقطه گپ میزنم. نوارا گوش کنیم. تغییر یافته ارزش یک خلطه 50 کیلوی آن در بعضی بازار و دکان‌های آردفروشی تا 320 تومانی رسید. برخی ساکنان با شتاب نزد دکان‌های آردفروشی رفته آرد می‌خریدند. نمایندگان بازارها افزایش نرخ آرد را در یک روز اخیر تصدیق نموده، همزمان از مشتریان خواستند در خرید آن شتاب زده نشوند، زیرا در انبارهای خود ذخیره کافی دارند. زیاده از 8 نمود محصولات‌های استحصال صنعتی وارد شونده که ما وارد میکنیم، از مانند آرد که از ولایت سوخت، روغن، شکر، این محصولات‌های صنعتی کم و بیش تاثیر خود رسانده است که آردی که 275 280 سوم 50 کیلو خلطش فروخته میشد، امروز با 290 سومون فروخته شده است. زیاده از 300 تن آرد امروز ما ذخیره داریم. تاجران گرانی ارزش آرد را به بالوروی قرب دلار ربط داده میگویند در چنین شرایط محصولاتشان را با نرخ روزهای پیش فروشند ضرر میبینند. ما با تاجیکی میفروشیم که او طرف قزاق دا دلار پریواد میکنن، خیلی سامانی ما را قبول نمیکنن که با همین حساب زلال میبینه، قیمت شویش هم همین حسابی دلار. قربی رسمی دلار در تاجیکستان روز 9 مرد یک باره بالا رفته $100 به 1300 سومانی برابر شد. نمایندگان خدمات ضد انحصاری در صحبت بدون ثبت دلیل افزایش نظررس نرخ آرد را بالوروی قرب دلار آمریکایی عنوان نمودند. در بازارهای دوشنبه شکایت‌ها نه تنها از گرانی یک باره نرخ آرد بلکه از دیگر نوع محصولات نیز صدا می‌داد. نرخ روسی را چقدر فرامد اگه جو ارزانه نرخ قایمه مردم هم میکشنمش بسته. یک کپوت کیلوش 7 سوم، نه خو یک علفی که امیجده خودش تاجیکستان استحصال چای دیگه جو وارد نمیشه، نکی 7 سوم اینم یک علفه. آرد محصولات اساس این فکرای مردم است. خب در همین نهاد میره بگیریم یک صحبتی، یک بعضی دیگر کسایی هستند که
مثلا این طبقه انسان ها مثال روغن یک روغن 5 لیترش از 10 سومونی. اینا برادرها این ای بچه کریم را این تاجیکستان نتیه متخصصی زیاد یک معلم شده کدام دانشگاه اسلامی شده باشه. یعنی این یک دعوا داره که نرخ نوا در بازار قیمت نشده است، شما وایمه نکنید. شاید امروز قیمت اگر نشده باشه ولی نماینده اون همون ساختار را دیدن که خودش برآمد گفت بله نرخ نوا را که قیمت شده است. یعنی این طبقه انسان ها اجرا کننده وظیفه متخصصایی که کنترل میکنن زیر انحصاری هستن، نرخ کنترل میکنن، نرخ بازار را معین میکنن، خرید و فروش را معین میکنن. اینا یک نفری اینمی مجروح شده ها، یک نفری خب زیر نظارتی فشار امنیت داشته به خاطر پدرش، اینا چی کار میکنن؟ نگاه کنید. همه این حساب ذخیره های مودی جمهوری تاجیکستان که در بازار قرار داره، اینا ماکارونو هم هست، هم نمو اینا برنج همه چیز ما دیدیم با نرخ دستال برای ارزان برای مردم کار معاش 800 تومان 1 کیلو روغن 110 تومان، همین نرخ ارزان است. این یک مثالش. ما بس مشکل نداره. سلام علیکم همکاران عزیز. این امروز ما در بازار دیدیم نرخ نوارا. این نرخ اور نو یکمش 180 تومان. نو دیمش 150 تومانی. همه ای حسابی ذخیره های مادی جمهوری تاجیکستان. مادی جمهوری تاجیکستان 280 تومن پولی کم است. او زنه گفت من 800 معاش میگیرم. شما قبل از اونی که میشینین این نکته را بررسی میکنین برای مردم پیشنهاد میکنین، با معاش مردم شما قیاس بکنین. آی به فرهنگو معاش مردم چی قدر است؟ نرخ نوای بازار چی قدر است؟ شما با امید او پول مهاجره که چرخه حکومت هست میچرخونه نشین. بحران اقتصادی که روسیه را فرا گرفته است، با خدا قسم اگر 10 تا ایت برای نرخ نشان بده همون داخل زبانی کوچکیش نگیرم. میخندین حالی بستین. شما بازی کردین ده، شما همه خبری بازی کردین که نظام شوروی برای چی برهمخور همین سانکسیون های کشورهای اروپایی بود. توسط سانکسیون، توسط فشار و یکی از سبب‌های دیگه فرسوده شدن این نظام بود که از بین رفت. عین همین چیز از روسیه دیده تاجیکستان ضرر بزرگ میبینه در این. برای چی؟ ببین اگر ما میخوایم نظر بکنیم مجموع محصولات داخلی ما گپ زدیم 50% درآمد مال و محصولاتی که در داخل کشور چرخ میزنه این از حساب مهاجر است. مبلغ مهاجر میبیا کجا؟ تاجیکستان توسط بانک 2.5 میلیارد تا 3 میلیارد تا 4 میلیارد دلار می اومد، اما این سالها کم شد. پول روبل روسی میبیا تاجیکستان، بانک های تاجیکستان که نظام فراز ایرا ساخته است در عوض او چی میگیره؟ سامانی. چرا؟ سوال آیا یکم اقتصاددان، کدام سیاستمدار، کدام چاپلوس فکر چرا سامانی؟ بچه‌ی من گفت برای من روبل روی کرد، برای چی برای من سامانی میتی؟ شاید من مایل دارم که من پولی روبل بگیرم سامانی نگیرم. میگیرم یا جوش میمونم مستا. یعنی برای ما سامانی میتن. برای چی؟ حکومت تاجیکستان در برابر روبلی که در بانک هست باز میروه از روسیه دلار میگیره. به خاطر چی دلار؟ ما خرید و فروشمون از کدام حساب است؟ درست است که یک کشوری که صنعتی است اتوماتیک دلار برای او میبیو. مثال روسیه دلار از کجا میگیره؟ نفت برای اروپا و کشورهای اروپایی و آمریکا میفروشه، در عوض او یورو و دلار میگیره. یعنی صادرات داره، در عوضش وارد میشه دلار و نفت. ما کادو، چوکادو، کلوبنیک، خرما، انار، انگور، سیاه لوز، سیاه دمه، گفتیم همونو چکراب، قرطاب اینا را خارج نمیکنیم. صادرات نداریم که برای ما دلار وارد بشه. شاید پخته داریم یا چند قطعه، شاید کمی آلومینی اشیاء خام داریم. یعنی این بسنده نیست در سیستم گردش. 80% ما از خارج میگیریم، 20% به خارج میتیم. توازن برابر نیست که ما برابر
80% ما میریم از خیتای، از قرقیزستان، از ازبکستان، از روسیه، از دیگر کشورها با دلار بار میگیریم. 20% دلار برای ما میبیو. حکومت برای نگاه کردن اینمی توازن اینمی مسا چیکار کرده است؟ روبل روسی را بانک ده میبیارن، سامانه میگیرن، میره در عوضش چیکار میکنه؟ همون 30% که زیادتر است چیکار میکنه؟ دلار میگیره و همون قرب اسعار را نگاه کرده. ولی امروز امریکا سانکسیا کرده است، روسیه دلار نمیبیو و روسیه او ذخیره که داره هیچگاه دیگه برای تاجیکستان نمیده. و چی میشه عاقبت این؟ تاجر میگه ما از قزاق توسط دلار بار میگیریم. مدام که دلار داخل نشوه ما چیکار میکنیم؟ چیکار میکنیم؟ آیا ما داریم ذخیره معین؟ دولت ما ذخیره معین داره؟ اگر میداشت رحمانوف دیوانه نشده بود که در جلسه‌هاش مردم با جواری مکه و با نخود و با ذخیره 2 ساله مردم دعوت میکرد. این فردا معذوری من فردا در مدت کوتاه رحمانوف میبرو ما بارها گفته بودم ذخیره هاتون 2 ساله بکنین، از جمله لوبیا، جواری مکه، مکدونه، مکرون، سبزوات، کارتوشکا 2 سال. چون ما خیلی یک مشکلات زیادی در روپرو میشیم. رحمانوف تا امروز خواب افغانستان و سوریه و کشورها مثال من، امروز اوکراین و روسیه برای رحمانوف یک پاود است. رحمانوف زود از این بازی میبره، به خاطر همون نوارایی که ثبت کردگی در یوتیوب داره و در تلویزیون‌ها هست، بارها و بارها برای مردم نشان میده که خب همین جناب ولی برای ما 2 سال گفته است که لوبیا ذخیره کنه، نخود و دیگر جمع بکنه تا که قحطی میبیو. این اومد گپی کم نیست. ضرری که اقتصادی ما از این چیز میگیره واقعا خیلی یک ضرر بزرگ است. اگر ما میتونستیم در این همه 30 سال یک منبع درآمد خوب می‌داشتیم، یک صنعت خوب می‌داشتیم، کشور اگراری، امنیتی عضوقواری، برنامه رحمانوف آرد و برنج و روغن از قزاق و روس و قرقیز میاد. منطق در کجا است؟ ما نه کشوری اگراریم، نه کشوری اگر صنعتیم، نه امنیتی عضوقواری داریم، نه چیز دیگر داریم. آیا برای یک رهبر کشور وقتی امنیتی عضوقواری میگه چند ساله برنامه داره؟ آیا رحمانوف میتونه 1 سال تمام مرزها بسته شود زیر نظارت بشه، امنیتی عضوقواریش برای مردم برسونه؟ اگر میداشت در 10 روز جنگی نرخ خیار میرفت بالا تا 300 تا 350 میرسید. منطق فکر کنید. اگر ما ذخیره معین میداشتیم برای چی نرخ ما کو پیش از این بحران ما خریده ایم و مشخص است که چند سوم خریده ایم. مشخص میدونید که ما همین آرده توسط همین سامانه که قربش دلار که قربش بلند نشده بود توسط روبل روسی ما همون نرخ خریدیم. برای چی الکی امروز نرخ رفته از در آسمان؟ به خاطر ما ذخیره نداریم، ما همه روزه میخریم، هر ماهانه شاید میبیاریم بوره. الکی تاثیر او برای جامعه ما رسیده است. تاجیکستان ما را یک بحران خیلی بزرگ از پیش انتظار است. یک قحطی، یک بی‌نظامی، خب مال دزدی، خانه دزدی، خانه زنی، دیگر موقعی است که ما و شما را خطر بزرگ انتظار است. واقعا از لحاظ مهاجرت بگیرم، بیکارشوی مهاجرت، بی‌قربشوی روبل روسی، این حالا روسیه همون امکانیت و دارایی که داره قرب کوشش میکنه قبیله است. ولی این آخرش نیست. اگر همین حالت رفتن بگیره روبل روسی پایان‌تر رفتن میگیره که ارزش پیدا نمیکنه در برابر بازار ما. 1 روبل 100 تصور که 1 میلیون روبل روسی چقدر میشوه؟ تصور کن. 100,000 روبل روسی 7,000 دلار یا 7,000 یورو میشوه. 100,000ش 700 یورو. 100,000 یک مهاجر برای 100,000 کار کردن چند سال باید بزنه؟ چند سال بزنه؟ یک لینچارده که ما ببینیم با روبل روسی چی قدر است؟ هیچی. یک مهاجر زیاد اگر کار 50 یورو روان کرده میتونه به زور خونش. برای 50 یورو ما میتونیم چرخه دولتمون رو پیش ببریم. معاش گرفته میتونه، نفقه برای مردم میرسه. مسئله نفقه از ماهای بعدی حالت ما میگم از وضعیت وابسته است که اگر وضعیت هم رفتن بگیره، اگر کشوری سیوم بازی ما داخل نشوه، رحمانوف در آغوش نگیره، چندین کانهای دیگر و پارچه‌های زمین دیگر که نگیره در عوضش یعنی محشر برای مردم نته، اگر این حالت نشوه. ولی روسیه خطای هم نیست هیچگاه ساده نیست که بارش توسط روبل روسی بده. او میدونه که روبل چقدر قدر ارزش داره و طبیعی است که میبری در بازار خطای یوان میگیری و بعد مال و کالای او را میخری.
این حالت یک حالت وضعی است و خطای ما کشوری خب در استاندارد بین‌المللی جوابگو است و میدونه چیکار بکنه. اما تاجیکستان ما با این اقتصاددان‌های ما، با این راهبرای ما در یک حالت بسیار وزنی قرار داریم. از همین حاضر برادران و هموطنانی که میشنوین هر امکاناتی که دارین کوشش کنین نفقه پدر و مادر آن امکاناتی که دارین از حاضر یک سعی بکنین. در دیگه حالت واقعا جامعه ما کمی یک خطرهای بزرگ ما و شما را انتظار است.